سلام بچه‌ها، ما امروز میخوایم از گرازای جهنمی استفاده کنیم و وسایل ازشون بگیریم. خب اول به این صورت حالا هر جوری که دوست داشتین قرار میدیم، جلوش هم از این بلاک‌ها قرار میدیم. خب اینجا از این گرازه قرار میدیم و اینجا از این تله ها. خب اینجوری این طرفش رو هزینه می‌ذاریم و این طرف رو 3 تا سیم می‌ذاریم پشتش، دوره می‌کشونیم و وصل میشه. این رو وصل کنیم بیرون، خودش میاد عقب میره جلو. خب بعد موقعی که ما از این تله ها قرار بدیم روشون، میکنه برداشتن و هر بریم به عقب اینا شروع کنه وصله بره. خب حالا برای اینکه خود اونا جمع بشه، شما میتونید از این روش استفاده کنید. جلوشو بکنید خب اینجوری. خب برای اینکه از صندوق پایینی شروع کنه پر شدن تا بالا، تو باید بیای پایین از اینا قرار بدیم اینجا. به این صورت از اینا قرار تا بالا. من برای اینکه راحت تر شه اینجا رو مجبورم بکنم. خب اینجوری میذاریم، میکشیم بالا. خب ما اینجا رو از اینا میذاریم، از این طرف رو. خب حالا وقتی ما تله ها رو قرار بدیم اینجا، اینو شروع میکنم مسیر انداختن و مستقیم اینا میان که این صندوق پایین یعنی اینا میان. خب امیدوارم این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت یادتون